دوستان بریم سراغ XSR جذاب، محصول یاماها اندونزی، ساخت اندونزی. چرخ جلوشون دیسک، عقب دیسک، ABS نداره، CBS هم نداره، رادیاتور، موتور 155 cc. این رنگش هم برای 60 سالگی یاماها زده. کیلومتر کلاسیک، بس اصلا کافر ریس به کلاسیک بودنشه دیگه. رنگ آبیشه، رنگ آبیش هم طراحی زینش خیلی خوشگل شده، جذاب شده. موتور 6 دنده است، 155 cc، 1 کیلومتر جذاب داره. خیلی لوازم این موتوریش با MX و XSR رو نمیدونم به خدمتتون عرض کنم، WR 155 یکیه، با MT15 یکیه، با 15 یکیه. چراغ جلوشون بگیریم، حالا سویچ هم میندازیم، روشنش هم میکنیم. جذاب موتور بگیرم از انسان خیلی خوشگلتر و جذابتر پیداست. بریم جلو، کیلومترش هم بگیریم، سویچش دراریم از جیبمون اگه روشنش کنیم. روشنش کنیم. کیلومتر فوق‌العاده جذاب، منتظر نور خیلی واضح مشخص روشن شد. بابت این بابت 60 سالگی یاماها این رنگ زدن، این سبک زدن، فقط همینه، نقرش دیگه اون هرچه 60 سالگی رو نداره. چراغ جلوش روشن شده، جذابیت خودش داره، موتور فوق‌العاده زیبا.